سلام به همه شما دوستای عزیز. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز قراره درباره یکی از جذابترین و اسرارآمیزترین اعضای بدن انسان صحبت کنیم. مغز. میدونستید که مغز ما چیزی حدود 1,400 گرم وزن داره، اما کنترل همه چیز بر عهده اونه. خب این عضو جادویی نه تنها مسئول فکر کردن و تصمیم گیری ماست، بلکه روی رفتار، احساسات و حتی نحوه واکنش بدنمون هم تأثیر داره. در این ویدیو 10 تا حقیقت شگفت‌انگیز رو درباره مغز بررسی میکنیم. پس اگر آماده اید حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید، چون ممکنه چیزایی رو بشنوید که تا حالا نمیدونستید. اولین نکته‌ای که باید بدونید اینه که مغز ما هیچ وقت استراحت نمیکنه، حتی وقتی خوابید. مغز شما در حال پردازش اطلاعات و مرتب کردن چیزاییه که تو طول روز یاد گرفتید. مثلا اگه یه چیزو یاد گرفتید، شب موقع خواب مغز اطلاعات رو دسته‌بندی میکنه و ذخیره میکنه. این همون دلیلیه که میگن خواب کافی به یادگیری و تقویت حافظه کمک میکنه. پس بدونید که مغزتون حتی تو خواب هم دست از کار نمیکشه. میدونستید مغز ما فقط 2% از وزن ما رو تشکیل میده؟ ولی جالبه بدونید که بیش از 20% انرژی بدن رو مصرف میکنه. مغز برای فکر کردن، تصمیم گیری، یادگیری و حتی حرکت دادن بدن کلی انرژی مصرف میکنه. در واقع مغز ما توی روز چیزی حدود 20 وات برق مصرف میکنه، همون قدری که یه لامپ معمولی روشن میشه. شاید عجیب باشه، ولی مغز خودش هیچ دردی رو حس نمیکنه. مثلا اگه مغز آسیب ببینه خودش متوجه نمیشه، چون گیرنده های درد نداره. به همین خاطره که تو جراحی های مغز ممکنه نیازی به بیهوشی کامل نباشه. البته بقیه اعضای بدن درد رو حس میکنن و سیگنال ها رو به مغز میفرستن، ولی خود مغز در این مورد کاملا بی احساسه. یه نکته دیگه اینه که مغز ما 75% از آبه. وقتی بدنتون کم آب میشه، تمرکز و حافظتون به شدت افت میکنه. به همین دلیل اگه حس میکنید ذهنتون درست کار نمیکنه یا تمرکز ندارید، احتمالاً بدنتون نیاز به آب داره. یه لیوان آب بنوشید و ببینید چقدر بهتر میشید. مغز ما گاهی خاطرات اشتباهی میسازه. شاید یه خاطره رو به یاد بیارید و کاملا مطمئن باشید که اون اتفاق افتاده، ولی در واقع مغزتون اطلاعات رو اشتباهی پردازش کرده و یه خاطره ساختگی ساخته. این مسئله جالب نشون میده که حتی حافظمون هم همیشه قابل اعتماد نیست. استرس مغز رو کوچیک میکنه. استرس مزمن میتونه بخشایی از مغز مثل هیپوکامپ که مسئول حافظه و یادگیری رو کوچیک کنه. این یعنی استرس زیاد هم حافظه و هم قدرت یادگیریتون رو ضعیف میکنه. پس خیلی مهمه که با استرس مقابله کنید، چون تأثیر مستقیم روی سلامت مغز داره. مغز انسان ظرفیت خارق‌العاده‌ای برای ذخیره اطلاعات داره. اگه بخوایم ظرفیت حافظه مغز رو با تکنولوژی مقایسه کنیم، چیزی حدود 2.5 پتابایته. این یعنی میتونه 3 میلیون ساعت فیلم رو ذخیره کنه. شگفت‌انگیزه نه؟ مغز چپ دست ها و راست دست ها با هم فرق میکنه. مثلا مغز چپ دست ها بیشتر خلاقیت و هنر رو پردازش میکنه، در حالی که راست دست ها معمولا به کارهای منطقی و تحلیلی علاقه‌مندترن. این تفاوت عملکرد نشون میده مغز هر کسی منحصر به فرده. حالا شما بگید مغز شما دقیقاً طبق چپ دست و راست دست بودنتون عمل میکنه؟ میدونستید موسیقی رو مغز تأثیر داره؟ وقتی موسیقی گوش میدید، قسمت‌های مختلف مغز فعال میشه و باعث ترشح هورمون‌های شادی مثل دوپامین میشه. موسیقی میتونه استرس رو کم کنه، تمرکز رو بالا ببره و حتی حافظه رو تقویت کنه. پس موسیقی گوش دادن یه جورایی ورزش دادن مغزه.
خب میرسیم به آخرین دانستنی درباره مغز. وقتی میخندید 5 بخش مغز به طور همزمان فعال میشن. خنده باعث کاهش استرس، تقویت ارتباط اجتماعی و حتی بهبود حافظه میشه. پس حتما تو روز وقتایی رو برای خندیدن اختصاص بدید. خب دوستان، اینم از 10 دانستنی شگفت‌انگیز درباره مغز انسان. امیدوارم این ویدیو براتون جالب بوده باشه و کلی اطلاعات جدید یاد گرفته باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو داخل کامنت ها بنویسید. یادتون نره کانال رو دنبال کنید که ویدیوهای بیشتری در راهه. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و مغزتون باشید.